بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام، درس یکم را از کتاب طب القلوب، طبابت قلب ها، از امام ابن قیم جوزی رحمت الله علیه شروع میکنیم انشاءالله. سلامت و بیماری قلب. منزلت قلب. قلب فرمانروایی است که بر همه اعضا و توانایی های جسمی و معنوی انسان فرمان میراند. آنها را به خدمت میگیرد و نقش محوری و مرکزی را در میان آنها بر عهده دارد. قلب مهمترین عضو وجود آدمی، ستون فقرات حیات، یعنی همان ستمهره حیات و زندگی و سرچشمه ویژگی های حیوانی و صفات غریزی است. قلب معدن و جایگاه عقل، علم، سخاوت، شجاعت، شکیبایی، تحمل پذیری، عشق، اراده، خشم و خوشنودی و دیگر صفات بشری است. تمام اعضا و استعدادهای ظاهری و باطنی سربازان مطیع و فرمان برداران قلب به شمار می آیند. چشم پیشقراول و راهنمای او برای کشف دیدنی ها است و هرگاه چشم چیزی را ببیند به او گزارش می دهد، یعنی به قلب، و به سبب پیوند و ارتباط استوار میان آنها دو، هرگاه چیزی در آن مستقر شود در دیگری نمایان می گردد. و در واقع چشم آینه است که می توان از خلال آنچه را که در قلب قرار دارد دید. همچنین زبان ترجمان و بازگو کننده آن چیزهایی است که در دل جای دارند. به همین سبب است که خداوند متعال در بسیاری از موارد آن سه را در کنار یکدیگر ذکر فرموده است. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا. سوره اسراء آیت 36. بیگمان شنوایی و بینایی و دل همه درباره شنیدن و دیدن مسئولند و صاحبان آنها مورد پرسجو قرار می گیرند. همچنین در آیه دیگر دل و دیدن را در کنار یکدیگر قرار داده و فرموده است: و نقلب افئدتهم و ابصارهم. سوره انعام آیه 110. ما دلها و چشمهای ایشان را واژگونه و حیران می‌گردانیم. شنیدن نیز کار ارسال پیام‌ها و سخنان دیگران را به دل آدمی بر عهده دارد و زبان نیز همچنان که گفته شد مکنونات دل را به دیگران منتقل می نماید. در مجموع می توان گفت که دیگر اعضای ظاهری و باطنی وجود آدمی کارگزار و فرمان بردار قلبند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: الا و ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب. بدانید که در جسم عضو قرار دارد که هرگاه اصلاح گردد همه وجود آدمی اصلاح می شود و هرگاه تباه شود تمام وجود انسان فاسد و تباه می شود و بدانید که آن عضو قلب است. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید: قلب فرمانروا و اعضای ظاهری و باطنی سربازان آن هستند. اگر فرمانروا پاک باشد فرمانبرداران نیز راه پاکی را در پیش می گیرند، اما اگر او ناپاک گردد فرمانبردارانش نیز راه ناپاکی را برمی گزینند.
از آنجا که قلب به حیات و موت توصیف می شود، سه حالت و وضعیت خاص را پیدا می نماید که اولش قلب سالم است که انشاءالله در درس آینده این را می خوانیم. تا درس آینده در امان الله.